درود بر شما عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. از چنل یوتیوب فریدون فروغی در خدمت شما عزیزان هستم. خب در ماه بهمن، علاوه بر این که تولد فریدون فروغی هست در 9 بهمن و هنرمندای دیگه از قبیل داریوش در 15 بهمن، خب ماه بهمن برای ایرانی ها ماه سرنوشت سازی بوده از تقریبا 45 سال گذشته و خب انقلاب رو در ایران تجربه کردیم ما ایرانی ها و حوادثش رو، سختیاش رو، موضوعات درونش رو همواره بررسی کردن کارشناسان مختلف. خب از دید موسیقی و سینما عده‌ای بر این باور هستن که موج نو موسیقی و موج نو سینمای ایران از اواخر دهه 40 به سمت سال 57 خب خوانندگان جدیدی در عرصه پاپ و سینماگرانی در سینما، در موج نو سینما فیلم‌هایی درست کردن، آثاری منتشر کردن که عده‌ای بر این باور هستن که برای مردم سنتی ایران در اون موقع زود بوده و شاید مردم این تحولات رو نتونستن هضم بکنن. یکی از کارگردان‌هایی که در سینما در موج نو موسیقی که باعث شد که فریدون جانم به عرصه سینما بیاد، به عرصه موسیقی بیاد و موسیقی در سینما بخونه، خسرو هریتاش بود. خب اولین کاری که ایشان پس از بازگشت از آمریکا داشت فیلم آدمک بود که فریدون جانم در این فیلم 2 ترانه پروانه من و آدمک رو خوند. خب این فیلم صحنه‌های اروتیکی هم داشت. یک موضوع تقریبا میتونم بگم در هم ریخته‌ای در این فیلم بود. حالا من قصد توضیح سناریوی فیلم آدمک رو برای شما عزیزان ندارم. این فریم هایی که حالت اروتیک داشت، حالت جنسیتی داشت، خب در فیلم های آقای هریتاش، در فیلم های بعدی مثل زهر برهنه خیلی نمایان بود. حالا من اسلاید هایی رو اینجا در لابلای صحبتام بهتون نشون میدم از این فیلم ها. خب برای مردم تقریبا 50 سال پیش، 55 سال پیش اگر بخوایم، 53-4 سال پیش در ایران به نظر زود میاد، نظر شخصی منم باشه، به نظر زود میاد مردم سنتی هستن، مذهبی هستن و احساس میکنن که اینها به جامعه داره ضرر میزنه و اینه که در لابلای سیستم جامعه در زیر پوست شهر خب مردم شاید استقبالی به عمل می آوردن. صفوف سینما همواره فشرده بود، همه دوست داشتن برن سینما، از این فیلم هم استقبال می شد تا حدودی. ولی یکی از علل طغیان مردم ما همین نوگرایی در سینما بود و به نظر من اگر در جامعه یک تحولی میخواد به وجود بیاد باید نرم و به صورت پله‌ای، نه یک دفعه یک محصولی رو به میدان بیارن و غرب زدگی رو مثلا اگر بخوایم در نظر بگیریم، چون این فیلم ها در ایران مرسوم نبودن و هر روی ماه بهمن این توضیحات رو برای شما عزیزان دادم که این گونه است که یک حرکت در جامعه به وجود میاد. شاید خود اون جامعه در نظر نداشته باشه که خیلی مسائل کوچیک، حتی یک ترانه، یک
فیلم، یک صحنه ممکنه باعث ایجاد حرکتی در جامعه بشه که یک حرکت خیلی بزرگ مثل انقلاب رو به وجود بیاره. حتما چنل یوتیوب رو حمایت بکنید، نظراتتون رو برای من بنویسید و ازم بخواید که در چه زمینه‌ای بیشتر تمرکز بکنیم و برای شما مطالبی رو آماده بکنم. سپاسگزارم از محبتتون.